حملات هراس‌افکنی در شهر کابل خبر داد. سعید انصاری سخنگوی این ریاست امروز در یک نشست خبری گفت این گروه که به رهبری سراج‌الدین اخانی و حرکت المجاهدین که در خاک پاکستان میباشند طی 2 سال گذشته موفق شدند تا 6 حمله انتحاری به شمول حمله اخیر بر سفارت آلمان را در شهر کابل انجام دهند و افزود در حملات انجام شده توسط این گروه 20 تن کشته شده و بیش از 120 تن دیگر زخمی گردیدند. عبدالوکیل نایبی گزارش می‌دهد. سعید انصاری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی گفت این باند 17 نفری که یک تن آن پاکستانی میباشد 3 روز پس از حمله انتحاری که در نزدیکی سفارت آلمان صورت گرفت توسط موظفین این ریاست از نقاط مختلف شهر کابل بازداشت شده و به جرمشان اعتراف کردند. به گفته وی این افراد از 2 سال بدین سو در سازماندهی، رهبری، تهیه و تدارک وسایل انفجاری در شهر کابل نقشی اساسی داشتند. افرادی که شامل از این گروه هستند هم در جمله سازماندهندگان حملات تروریستی و هم من حیث رهبری از این گروه تروریستی انجام وظیفه کردند و همچنان افرادی هستند که در سطوح مختلف در فعالیت‌های تروریستی از این گروه اونا سهم فعال داشتند. در انجام 6 حمله انتحاری که 3 حمله آن در مسیر میدان هوایی کابل، یکی آن در نزدیکی چهارراهی مسعود شهید، یکی دیگر آن در قلعه وزیر و حمله انتحاری اخیر که در برابر سفارت آلمان صورت گرفت سهم فعال داشتند. سخنگوی امنیت ملی افزود علاوه بر این 17 نفری بازداشت شده 3 تن دیگر این شبکه که 2 تن آن پاکستانی مربوط به گروه جیش محمد و از جمله تمویل کنندگان این حملات هستند تحت تعقیب قرار دارند. گفته می شود که این افراد آموزش‌های هراس‌افکنی را در پاکستان فرا گرفتند. آقای انصاری بیان داشت بر اساس اطلاعات آنان 2 تن از حمله کنندگان انتحاری به ویژه فردی که موتر مملو از مواد منفجره اش را در نزدیکی سفارت آلمان انفجار داد شهروند پاکستان بودند. هرچند پس از انتخاب آصف علی زرداری به حیث رئیس جمهور پاکستان روابط میان افغانستان و پاکستان تا اندازه بهبود یافته است، اما سخنگوی امنیت ملی میگوید طراحی این حملات از سوی سراج‌الدین حقانی و حرکت المجاهدین که در پاکستان حضور دارند در راست از این گروه تنظیم حرکت المجاهدین بود که ما نهاد از این و تشکیلات از این در اون طرف مرز بود. سراج‌الدین حقانی بود در راست از این در اون طرف مرز که باز هم در کشور پاکستان بود. افرادی که نقش کلیدی را در این حملات انجام دادن یا به عهده داشتن 3 نفر اتباع پاکستانی بود. افرادی که حمله انتحاری را عملا در این حوادث انجام دادن اونا هم نظر به اعترافاتی که ما از گرفتار شده داریم اونا هم افراد پاکستانی بودند که از اون طرف مرز به داخل کشور ما آمدن و حملات انتحاری را انجام دادن. ریاست امنیت ملی میگوید در 6 حمله انتحاری که طی 2 سال گذشته از این گروه در شهر کابل انجام شده 20 تن کشته شده و بیش از 120 تن دیگر مجروح گردیدند. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در مورد اینکه آیا در زمین کشته و زخمی شدگان افراد خارجی هم وجود داشتند معلومات ارائه نکرد. هرچند قبل از این امنیت ملی از دستگیری چند باند تروریستی خبر داده است، اما مسئولان این ریاست اظهار امیدواری میکنند با دستگیری بزرگترین گروهی از سازماندهندگان حملات انتحاری این حملات در افغانستان و در ویژه در شهر کابل کاهش یابد. عبدالوکیل نایبی، تلویزیون آریانا، کابل. وزیر صحت افغانستان میگوید وی آماده است تا در مورد کارکردهای وزارت صحت به پرسش‌های ولسی جرگه پاسخ دهد. روز گذشته ولسی جرگه استیضای محمد امین فاطمی وزیر صحت افغانستان را تصویب کرد، اما آقای فاطمی اتهامات وارد بر خود را ناشی از عقده‌های شخصی رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه می‌خواند. وزیر صحت میگوید رئیس کمیسیون صحت ولسی جرگه با شماری از کارمندان وزارت صحت مشکلات شخصی دارد. به همین دلیل اتهاماتی که وی علیه وزارت صحت در گزارشش به مجلس عمومی ارائه کرد بر اساس اسناد نادرست تهیه شده است. نعمت عنایت دیروز در جلسه شورای محترم ملی افغانستان نسبت به وزارت صحت نسبت